از توجیه علاقه‌ام به بویراحمد عاجزم. گمان دارم بیش از هر چیز شجاعت این مردم مجذوبم کرده بود. گوینده شهیر شیراز سخاوت را شریفترین هنر آدمی می‌داند. من شجاعت را بالاترین می‌دانستم. تاریخ بویراحمد پر از فتح و افتخار بود. بویراحمد جنگی نکرد که در آن پیروز نشد. بویراحمد هیچگاه زیر بار زور نرفت و هرگاه که گوشها را برای شنیدن کلام حق ناتوان دید، با صدای رسای گلوله سخن گفت. در بویراحمد کوهی نبود که از حماسه سخن نگوید و کمری نبود که از ظفری داستان نسراید. انقلابات عشایر فقط در صورتی جان می گرفت که به بازوی عریان بویراحمد تکیه داشت. هیچ یک از طغیان‌های جنوب بی پای مردی پابرینگان بویراحمد به جایی نرسید. بویراحمد آنقدر دست به ماشه برد و پا در رکاب فشرد تا از یک دهستان یک استان آفرید. بویراحمد آنقدر کوشید و خروشید تا از چنگ 3 استان همسایه، 3 اژدهای پر اشتهای دهان گشوده رهایی یافت و به صورت استانی مستقل درآمد. استان بویراحمد تنها استان ایران بود که نه به دلیل جمعیت، نه به دلیل وسعت، نه به دلیل ثروت، بلکه فقط در نتیجه قدرت موجودیت یافت.